جناب همتی وزیر اقتصاد فعلی ایران در فضای ممنوعه توییتر پیامی به ما مردم دادن، منت بر سرمون گذاشتن که از سال آینده افرادی که درآمد سالانه بیشتر از 200 میلیون تومان دارن مالیات میدن. یعنی از سال آینده هر کی که بتونه زنده بمونه باید حق النفس به دولت پرداخت کنه. جناب همتی شما از من خیلی بیشتر میدونید که سیاست‌های فعلی دولت ایران و سیاست‌های مالیاتی اقتصادیش چه بلایی داره سر مردم میاره. اقتصادی که 85% دست دولته، اقتصادی که ما مردم توش دخیل نیستیم و باید هزینه‌های اون دولت ضررده رو هم بپردازیم. ما مردم نشستیم پای میزی پر از چلو کباب و داریم این میز رو حساب می‌کنیم در حالی که سهممون فقط یه لیوان آب ازش. بهتر نیست به جای این کارا دولت کوچیک بشه، دست و پای دولت کوچیک بشه، هزینه‌های دولت پایین بیاد. ما مردم هم بتونیم تو بازار حضور داشته باشیم و ایرادی نداره. مالیات این رو هم بپردازیم. الان وقت مطرح کردن سوالات جدیه. مثل اینکه این مالیات داره کجا هزینه میشه؟ برای چی هزینه میشه؟ وقت مطرح کردن این سوالات.